سارقانی که توی فلا به تور گشت کلانتری 161 که ابوذر خوردن و با توجه به ایستشون وای نستادن، گلوله بارون شدن و زمینگیر و الان تحویل قانون. که یه ماشین رو دیدیم قفلینا چی نره سوار شدیم اومدیم به سمت فلا. که فلا 2 تا دونه دزدی کردیم که مامورای کلانتری فهمیدن و دنبالمون کردن. که تو 4 چرخای ماشین شلیک کردن، 4 تا چرخ از کار انداختن. الان هم پشیمونیم، تقاضای بخشش شد. اینم نتیجه عدم توجه به ایست پلیس که ماشینا میبینین همونجوری که میبینین آبکش شده، انقدر گلوله بهش زدن. این گلوله ها میتونست به سر طرف بخوره. به خاطر همین این روزا در برابر قانون هیچ گونه مقاومت نکنید. این که توی منطقه 17 میخوان ناامنی ایجاد بکنن، قانون در برابرشون محکم ایستاده.